أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراتل عليا دنيا المراتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا فكان الدنيا المراتل عليا دنيا المراتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید. وسلام على عباده الذين اصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم يا رحمن يا الله يا أرحم الراحمين. برادران و خواهران عزیز و ارجمندم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاس خدای را که باز بر ما و شما فرصت عنایت کرد با هم در مورد مسئولیت های خود ما گفتگو بکنیم. امیدوار هستم که از این فرصت ما به نفع خود ما، به نفع خانواده ما، به نفع اجتماع ما، به نفع بشریت استفاده بکنیم. از خدای عزوجل تمنا میکنیم که این روزهای دشوار از بالای انسانها برداره. انسانهای ظالم خداوند هدایت بکنه. اگر قابل هدایت نیستن سر جایشان بشانیشان، شرشان از دیگرها خلاص بکنه، دستای نامیمونشان از سر خصوصا امت اسلامی کوتاه کنه. تمنا میکنیم که الله عزوجل با نظر رحمتش به ما نگاه بکنه. ما را در این گیروداری که بسیار دشوار است، روزهای دشوار سر امت میگذره، خداوند امت کامیاب و سربلند بیرون بکنه. خداوند همون رقمی که بنده های مؤمنش در هر برهه از تاریخ کمک کرد و نجات بخشید از دست ظالما و دشمنان این دین، این بار هم از خدای عزیز تمنا میکنیم، عاجزانه دعا میکنیم که خدایا امت باز هم نجات ببخش. بیرق اسلام به اهتزاز بیاور. اسلامی که سعادت مردم تضمین میکنه، اسلامی که به خاطر خوشبختی مردم ها، انسان ها آمده، خدایا این اسلام پیروز بگردان. ما با همو فرموده معلم بشریت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم صحبت امروز خدا آغاز میکنیم که پیامبر عزیز میفرمایند صلی الله علیه و سلم که حق نعمتهای الهی را ادا بکنین. اللهی که انسان دوست داره، انسان خلق کرد که عبادت الله بکنه، بر از او نعمتهای خیلی زیاده در اختیارش گذاشت. در قرآن میخوانیم که
اگر نعمت های مرا، الله میگه اگر نعمت های مرا حساب بکنین نمیتونین حساب کردن، بدون شک نمیتونیم حساب بکنیم. هر کسی اگر برای هر مشکل و مصیبت هم مبتلا شده، وقتی او طرف مصیبت ها رو ببینه که چقدر نعمت های دیگه الله در اختیارش گذاشته، باز وقت میفهمه که الله دوستش داره. الله او را در بعض اوقات امتحان میکنه، با سختی ها دوچارش میکنه که این بندیش مقاومت پیدا بکنه، صبر پیدا بکنه، در برابر این مشکلات استادگی بکنه، از خدا کمک بخواه. اللهی که اگر مصیبت هم میته راه علاجش هم برش میته، اگر درد میته دوایش هم میته، اگر مشکل برای انسان خلق میشه الله راه حلش هم برش میگه. بنابراین ما نعمت های الله که خیلی فراوان است قدرش بدانیم. قرآن عزیز میفرماید که اعوذ بالله ولئن شکرتم لازیدنکم. همه قدر نعمت هایی که الله برای ما اعطا کرده، اگر ما تشکری کنیم، شکرش بفهمیم، شکرش بدانیم، شکرش بجا بکنیم، خدا میگه زیادتر میتون به شما، باز هم میتون، نمیگیرم میگه. اما عکسش ولئن کفرتم، اگر شما کفران کردین، ناشکری کردین، ناسپاسی کردین، ان عذابی لشدید. هشدار میده الله که مرا ناراحت نکنید، من شما رو دوست دارم، با شما خیلی رواداری میکنم. وقتی شما کفران نعمت میکنین، ناسپاسی میکنین، با من عناد میکنین، عوض تشکری شما روگردان میشین از من، مجبور که من باز با شما برخورد بکنم. از برخورد الله با ما با خدا پناه میبریم. خدایا ما تاب و توان او را نداریم که تو با ما برخورد کنی. ما خیلی عاجز هستیم، خیلی کوچک هستیم که با تو خدای ناخواسته زبان مولال که با تو سر عناد برداریم، نافرمانی کنیم. نه الله عزیز، میخوایم بنده های خوب تو باشیم. یا رب تو کمک ما کن، تو توفیق ما بده که بندگی کنیم. خدایا همون رقمی که تو میخوای خدایا ما را همون رقم بساز. در دعاهای خود ما عزیزایم بگوییم که خدایا عقیده مرا، عمل مرا، اخلاق مرا اصلاح کو. خدایا بعد از اینکه ما را هدایت کردی گمراه نساز. به تمنای که تشکری میکنیم از الله، نعمت هایی که فراوان به ما داده، حداقل به زبان ما تشکری میکنیم. لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک و عظیم سلطانک. خدایا بیشک نمیتونیم که نعمت های تو را شکرش بجا کنیم، از تو تشکری کنیم، ولی با همون عزت و جلال خودت، با همون شان و شوکتت که خودت میفهمی، اما قدر از تو سپاسگزاری میکنیم. بیشک رسول اکرم هم تاکیدشان به می بوده که ای امت من قدر نعمت های الله بدانید، شکرانگیش ادا بکنید. باز هم خطاب من به شما جوانای عزیزم است، دختر جوان و پسر جوان. این جوانی هم خودش یکی از نعمت های الهی است. حال ما میفهمیم قدر و نعمت، ولی از دست ما رفته. دیر ما متوجه شدیم که جوانی خیلی یک نعمت پربها و پر ارزش بوده. ولی شما که حال در همون دوران هستین، حال شما قدرش بدانین. بعد از اینکه یک نعمت زوال میشه، او را قدرش دانستن چی فایده میکنه؟ ما قدر پدر و مادر ما را بفهمیم وقتی که اونا هستن، قدر اولادهای ما را بفهمیم وقتی که اونا هستن. وقتی از دست ما رفت، چه که ما بگوییم پدر خوب داشتیم، مادر خوب داشتیم، یا فرزندای خوب داشتیم، ولی رفتن اونا. امروز چطور جوان ها هستن که آماج گلوله ها میشن، با چوب های حلقه های دار بالا میشن. جوانان مخلص، جوانان پاک شما هر روز میبینید در سوریه، در عراق، در خود ایران، جوان ها به اتهام از این که به دینشان، به عقیدهشان متمسک هستن، پایداری میکنن، اونها به چوبه های دار میرن.
و کسایی که اسلام میخواه امروز به زندان ها رفتن، به گلوله ها بسته شدن، خانه هایشان ویران شد، مسجد ها ویران شد. همون جوان ها هستن، همون جوان ها هستن که مانع اهداف شوم از اینا میشن. وقتی ستمکارا امروز میخواهند ملت های مظلوم به چنگال خود داشته باشن، جوان ها مقاومت میکنن، ایستادگی میکنن، نه خیر میگن. خوشا به حال اونهایی که به خاطر دینشان، به خاطر عزتشان، به خاطر آزادیشان جان بازی میکنن. ولی ثمره از اینها را انشالله نسل های بعدی میچشه، میوه هایش جمع میکنن. کاش او میوه ها را شما جوان ها جمع کنین. تمنا میکنیم که خدایا چهره خندان ای امت برای ما هم نشان بده. عزیزای من، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که الله عزیز از اولاد انسان، از ما و شما، از بنی آدم، از کافر و مسلمان 5 سوال میکنه در روز آخرت. تا این 5 سوال جوابش نگیره از جایشان تکان خوردن نمیتونن. در روز محشر الله عزیز 5 تا سوال میکنه از انسان و تا این 5 تا سوال نکنه اینها از جایشان شور خورده نمیتونن. یکی از اون سوال هایی است که ای انسان عمرت در چی سپری کردی؟ این نعمت های الله هست. بعضی کسا از این نعمت محروم هستند، به دنیا نیامده در شکم مادرشان وفات کردن. بعضی کسا خیلی اندک از استفاده میکنن، چشمشان تا به دنیا باز میشه جانکشان میبره. همینطور بریم، هر کس را به چیزی که الله اراده کرده بود و همون قدر عمر برش میده و از همون قدر عمر ازش پرسان میکنه. طبعا وقتی که مکلف شد، اطفال کسایی که در بطن مادرش وفات کرده، وقتی تا جوان نشده اینها که مکلف نیستن از اینها پرسان نمیکنه الله. ولی وقتی شما پا به دوره بلوغ گذاشتین، مکلف شدین، شما مسئول هستین. خصوصا جوان، خواهر و برادر عزیز جوان من، این عمر باید درست سپری شود، از این عمر درست استفاده شود. الله پرسان میکنه که عمرت در چی سپری کردی؟ ما جواب داشته باشیم، نشه خدای ناخواسته شرمنده شویم و سرافگنده شویم، جواب نداشته باشیم، عمر ضایع کرده باشیم، نعمت تلف کرده باشیم. بعضی از کسانی بودن که وقت اسلام عزیز آمد، بعد از این کلمه لا اله الا الله گفتن، رفتن رحلت کردن. کسایی بودن که از جوانیشان یک شب با عروسشان بودن، صبح وقت به جبهه رفتن، جسدشان آمد، شهید شدن. خداوند اونها را چقدر دوست داشته، با یک مدت بسیار کوتاه بهره بردن از دنیا اینا رفتن. کسایی هم بودن که عمرشان در خدمت اسلام سپری کردن، مثل حضرت خالد. در کدام غزوه نبود که شرکت کرد. وقتی دم مرگش شد میگفت خدایا در بدن من هیچ جای آباد نمانده، جای زخم شمشیر است، جای زخم تیر است، جای از زخم نیزه است، ولی آرزو میکردم که شربت شهادت بنوشم، ولی اراده تو چیزی دیگه بود. ولی عمرش در خدمت گذشت، خدا ازش راضی باشه. رفتن، یادشون گرامی بود. اونها چه خب سر بلند جواب خواد دادن.
که خدایا عمر من در خدمت دین تو سپری کردم. از جوان پرسان میکنه الله عزیز، عمر خود طولانی بوده اما در وقت جوانی چه کار کردی؟ این سوالم سوال دشوار است عزیزای من. در جوانی چه کار کردی؟ باید جواب بدی. جوانای امروز که شما میبینید دور از شما باشن، دور از شما. خدا اونا رو هدایت بکنه. اونا اشتباه میکنن، اونا نمیفهمن، جوانیشان ضایع کردن، در مستی و در خوشگذرانی سپری میکنن. گویا این خوشگذرانی باشه، این خوش نیست. یک لحظه بسیار کوتاهی است که خنده میکنن، بعدش او حالت تغییر کرد، چند لحظه بعدش جگرشان خون میشن. ولی از جوان پرسان میکنه خدای عزیز. سوال سوم که مالت در چی مصرف کردی؟ مالم نعمت الله هست. شما زحمت کشیدین، چیزی به دست آوردین، با عرق پیشانیتان، با آبله کف دستتان، با فکرتان زحمت کشیدین، روحی، جسمی، معنوی زحمت، یک چیزی به دست آوردین، حلال به دست آوردین، نفقه اولادتان، نفقه خودتان، رزق و روزی حلال براتان کمایی کردین. اما در چی مصرف کردی؟ همه تو که زحمت کشیدی باز قدرش دانستی که ایره من برای تو چرا دادم؟ چه رقم مصرف کردی؟ اسراف کردی؟ ولخرچی کردی؟ در گناه مصرف کردی؟ خدای نخواسته شما قمار زدین، شراب گرفتین، نعوذ بالله، پناه به خدا میبریم. باید سر بلند داشته باشه انسان که جواب درست بده. در روایت میخونیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جمع اصحابش نشستن، خواب دیده بودن، شب امور میخوان حکایه بکنن. در بین حضرت عبدالرحمن ابن عوف است رضی الله عنه، از یارای بهشتی هستند. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم داستان خوابشان میگن که محشر است، جواب و سوال است، بعد از او حرکت میکنیم طرف بهشت، میایم دهن دروازه یا تم در بهشت، وقتی میخوایم داخل بریم میبینیم که عبدالرحمن نیست در بین ما. میپرسم عبدالرحمن چه شد؟ هر کس میگه نمیدونم، با ما بود در اوجا. میگن انتظار میشیم، با عبدالرحمن یک جا باید بریم. انتظار میشن، لحظات سپری میشه. ولی بعد از مدت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه میآید، همه عرق کرده، زله مانده، میآید نزدیک رسول الله صلی الله علیه و سلم با یارانشان. رسول الله پرسان میکنن یا عبدالرحمن چرا تو تال خوردی؟ چرا تو معطل شدی؟ یا رسول الله صلی الله علیه و سلم قربانت شم، خیلی سوال هایی کردن، در سوال ها جواب داد، در جواب سوال ها معطل شدم. چه پرسیدن؟ میگن رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان کردن که تو ثروت زیاد داشتی، این پول و اینا رو از کجا کردی؟ تا جواب دادم مثل که بگویم پول حساب میگرفتن، از کجا کردی، ایر از کجا کردی، ایر از کجا کردی. الحمدلله همه را از راه مشروع حلال پیدا کرده بودم. اما همینا رو که جواب دادم این دوسیه مرا بستن. بعد از او گفتن خب اینا رو چی کار کردی؟ در کجا مصرف کردی؟ بعد مصرف از من حساب گرفتن، پول فنیک سنت از من حساب کردن، تا که همه از اینا رو من جواب داده رفتم. خیلی معطل شدم، ولی الحمدلله هیچ در راه نامشروع مصرف نکرده بودم. بعد از این دوسیه مرم برداشتن و گفتن حالا بفرما برو دنبال رفیقایت. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه میگه یا رسول الله من با خاطر مال و سرمایه‌ام اینقدر تأخیر کردم، شما را منتظر ساختم، قربانت شما همگیش برای شما بخشیدم، میره هر کار شما میکنید بکنید. او پولهای حلاله. بناهن از مال ما پرسان میشه عزیزا که از کجا کردین پوله و چی کردین این پوله، در کجا مصرف کردین. شما امروز مصرف های
که فردا جواب دادن نمیتونیم، امروز هم جواب دادن نمیتونیم. این پول هایی که پیدا میکنیم اگر حلال پیدا کردیم در مصرفشان باید حلال مصرف کنیم، دقت کنیم. و با حال او کسایی که حق مردم تلف میکنن، حق مردم میخورن، میراث میخورن، رشوت میخورن، اختلاس میکنن، بیت المال چور میکنن، از راه های نامشروع هم پیدا میکنن و در راه های نامشروع هم مصرف میکنن. نه در اولش جواب داده میتونن، نه در دومش. به خدا پناه میبریم از مال حرام، از روزی حرام، از کسب حرام. همیشه این دعا را بکنیم اجزای ما که خدایا رزق روزی فراوان و حلال نصیب ما بکن. جوانهای عزیز ما باید با زحمتشان، با اخلاصشان، با صداقتشان پول به دست بیارن و پول حلال بیارن در خانهشان. و پدرهایی که در کارها مشغول هستند، در خانه هایشان اولادهایشان نان میتن، نفقیشان است، در این بسیار توجه شود. خدای نخواسته زحمت کشیده باشی، پول آورده باشی و این پول یک قسمتش نعوذ بالله در او شک پیدا شود و در او نامشروع باشه، ناجایز باشه، او نسلت هم خراب میکنه. حلق پسر، حلق اولاد و زن و فرزندت، اهلت، خودت خراب میکنه. اگر یک لقمه حرام در گلون انسان، از گلون انسان پایین بره، خداوند عبادت از او را میگه نمیپذیرم. وقتی نوشیدنی تو حرام باشه و خوردنی تو حرام باشه و لباس تو حرام باشه، تو یا الله یا الله بگویی، من قبول نمیکنم این حرفایت. بعد از این وقت خودت هم میگه در چی سپری کردی. وقت هم نعمت الله هست. ما و شما در هر دوره یک فرصت داریم، خصوصا در دوران جوانی. جوانای عزیز من، شما خیلی فرصت داریم. وقتی شما مکتب هستین، مکتب میخوانین، میایین خانه، نانتون جور است، درس میخوانین، زحمت میکشین، میایین در خانه، دیگه کار دیگه نمیکنین، شما مشغول نیستین، کسای دیگه در خانه در خدمت شما هستن. بنابراین از او وقتتان شما استفاده کنید، در هر کار خیر استفاده کنید، در کار خانه، در کار درستان، در هر کار خیر و خوبی که هست. حالا ما همگی ما کار خوب و خراب میفهمیم. وقت ما را ضایع نکنیم، علم بیاموزیم، از دین ما با خبر شیم، کتاب مطالعه کنیم، از کامپیوتر و از تلویزیون، از اینها استفاده درست کنیم. امروز الحمدلله تلویزیون ها هم قابل استفاده شده، میتونین از او علم نافعیتان زیاد کنیم. مسائل علمی هست، تاریخی هست، موضوعات دینی هست. الحمدلله در کامپیوترهای شما، در موبایل شما، در جوال شما، از اینا وقت فرصت پیدا میکنین استفاده خوب کنین، نه استفاده خراب. چرا؟ الله پرسان میکنه وقت در چی سپری کردی. بعدش از علمت پرسان میکنه. علمی که تو را برات دادم، او علمم نعمت است، خصوصا علم نافع، علمی که نفع شما برسه، خیر شما برای کسی برسه. این علم وقتی الله داد، میگه با این علم چی کار کردی؟ عمل کردی؟ این علم هر چیز باشه، علم نافع، باید ما جوابگو باشیم. باید این 5 چیز ما حساب بدیم. اگر حساب درست دادیم، خوشا به حال ما، سعادت است، خوشبختی هست، خوشبختی و سعادت ابدی هست. در دنیای کوتاه مدت زحمت کشیدیم، خداوند زندگی ابدی بی نهایتی که دیگه مرگ نیست، دیگه جگرخونیا نیست. و عکسش جواب دادن نتونستیم، شقاوت و بدبختی و استقبال ما می آید، شعله های آتش و استقبال ما می آید.
دیگه حرف نهاد داشتیم، شرمنده و سرافگنده میریم. خدایا از شرمندگی روز آخرت به تو پناه میبریم. حسابه که از تو عزیز جوان میپرسن، این هم متوجه باش که خدای عزیز از جوان پرسان میکنه، خصوصا وقت جوانی و مرحله جوانی رو در چه سپری کردیم. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما، خدا از خودش و از پدرش راضی بوده و راضی باشه، نقل میکنن از رسول الله صلی الله علیه و سلم که دو نعمت است که انسانها از او غافل هستند: صحت و فراغت. این در صحیح ترمذی می آید در باب زهد 2405 شماره حدیث است که دو نعمت است که انسانها از او غافل هستند یا او را اهمال میکنند و او توجه نمیکنند، اهتمام نمیورزند. صحت است و فراغت. وقتی شما صحتمند هستین قدرش بسیار کسان نمیفهمند. وقتی شما فارغ بال هستین، وقت دارین، وقتتون در چیزهای ضایع میشه که پشیمان میشین که نمیشد باید. و ایره امروز اکثرا گرچه بزرگا هم وقتشان ضایع میکنن، شاید اونا بگن آل از ما گذشته وقتی ولی جوان تو از این وقت استفاده میکنی، تو از این صحتت که نشاط داشته باشی، قوی باشی، تنومند باشی، متحرک باشی، یک لحظه آرام نگیری چون صحتمند هستی. هستن جوانایی که در بستر هستن، هستن جوانایی که اشتباه کردن، تصادم شد یا با یک مشکل روبرو شدن و مواد مخدر معتاد شدن، چیزهایی که نباید می شدن، صحتشان از دستشان رفته، وقت ضایع کردن، درس نخواندن، کار نکردن، حال پشیمان هستن که نه. بعض وقتا کسایی میگه که نه مرد دنیا شد و نه زن آخرت. پس چی کار میکردی؟ از وقتش و از صحتش استفاده میکرد. بعض وقتا هست که اون جوانایی که از صحت و وقتشان در خوشگذرانی، در لهو و لعب، در رفتن به باغ و راغ، چکر، انتخاب دوستهای ناباب، ضایع کردن وقت، چی با مشکلات روبرو میشن. هر وقت جوانی یا دوران جوانی که از نعمتهای الهی است و دیر دوران الله عزیز جوانها را نوازش میکنه. جوانی را که دوست داره، اگر او امر الله بجا کنه، او را دوست میگیرد برای خودش خدای عزوجل و بر از او فرصت میده که کارهای خوب انجام بده. وقتی این دوران جوانی را، این نعمت وقت قدرش دانست جوان، خداوند میگه نعمتهای دیگه هم برش میتون، نعمتهایی که درست فکر کنه، عقل سالم، بدنش سالم، عقلش سلیم، چشمش با بصیرت، زبانش با ذکر الله گویا، دماغش درست کار میکنه، هوشیاری و ذکاوت برش الله میده، تشخیص برش میده که دوست و دشمنش کج و راست، دروغ و حقیقت درک کرده بتونه، کسی در جانش زده نتونه. وقتی این جوان از دوران جوانی خودش درست استفاده کرد، الله نعمتهای زیاده برش نصیب میکنه. جوان من، عزیز من، چی میخواهی؟ نمیخواهی که در دوران خودت، در جایی که تو زندگی میکنی، در بین دوستا و رفیقایت ممتاز باشی، نیکنام باشی، سربلند باشی، حوضت بکنن کاش که من فلانی واره باشم. اگر دختر هستی، جوانهای منطقه در آرزوی ازدواج با تو باشن، از نیکنامید، از پاکدامنید، از علمت، از فراستت، از هوشیاریت. اگر پسر هستی، دخترای محله در انتظار ازدی باشن که تو برشان خواستگار بری.
آرزوی همسر شدن تو را بکنن، افتخار داشته باشه محل که در اون محل دختر و پسر به این شکل ممتاز صالح و صالحه وجود داره. شما چراغ‌های اون محل باشین، مردم به شما اعتماد کنن، مرجع مردم باشین، مرجع جوانها شوید. مشکلات پیدا شود در محل به شما مراجعه کنن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیش از پیامبریشان چنان جوان ممتاز بودن، رشید بودن، شجاع بودن، با فهم بودن، امانتکار بودن، صادق بودن. مردم برشان مراجعه میکرد، مشکلش با اونا در میان میگذاشت. ما که امت رسول الله هستیم. وقتی نعمت جوانی را شکرش ادا کردیم، خداوند نعمت های دیگه هم عطا میکنه. صحت میده، قوت و توان میده، عافیت میده، عزت و احترام بر شما میده. مردم شما را عزت میکنن. چرا؟ الله شما فرمانش بردین، الله عزیز دانستین، خدا شما را عزیز کرد، عزت بخشید. حالا میریم به طرف یک میان برنامه. انشالله باز دوباره با شما صحبت دوام میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کردگار روز محشر جای بگیرند و قرار، خلقم در سختی و رنج و عذاب، مردمان باشند در احوال خراب، مردمان باشند در احوال خراب. لیکن آسایه دارند و نعیم در پناه لطف رحمان و رحیم، خوشلیق و خوشنود با اعمال خود، با سپاس آسوده حال از حال خود، با سپاس آسوده حال از حال خود. اولی هست پادشاه عدل و داد، آن که خلق از او نکردن آه و داد، عدل کرده در جهان بر مردمان، کس نبود از دستی او سوی فغان. دومی باشد جوانی حق شناس، آن که حق را در جوانی کرد سپاس، در جوانی با خداوندی جهان، خو گرفت و کرد طاعت در نهان. سومی آن مردی با مسجد قریب، آن که مسجد دوست دارد با یقین، چون که از مسجد شود یک دم رها، روحی گردد از جسمش جدا. چهارمی آن مومن بهر خدا، مومن را دوست گیرد از وفا، بهر حق با او سلامی میکند، بهر حق از او جدایی میکند. پنجمی آن کس که در پنهان و راز، با خداوند میکند راز و نیاز،
از سری شوق و محبت بر خدا، قطره ای اشک بیریزد در قفا، دیدگانش تر شود از شور و شوق، عشق حق بر قلبی او مانندی تاب. ششمی آن که زن صاحب جمال، سوی خود را بخواند با سؤال. مرد بگوید من بترسم از خدا، خود رها سازد ز دست زن جدا. قلب و جسم و روح پاکش همچو آب، صاف است سرشار از مهر خدا. هفتمی آن کس که اندر این جهان، می کند انفاق در سر و نهان. کس ندارد از سخای او خبر، دست راستش از ید چپ بخبر. پس بکشیم ای مسلمانان دین، تا شویم از هفت گروه پر یقین. روز و شب کشیم اندر این خیام، تا به دست آید چنین جای و مقام، تا به دست آید چنین جای و مقام. هفت گروه در زیر هر شکیلگاه، روزی محشر جای بگیرند و قرار. هفت گروه در زیر هر شکیلگاه، روزی محشر جای بگیرند و بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خواهر و برادر عزیز، وقت شکرانگی جوانی را ادا کردیم. به این معنا است که ما در یک چوکات زندگی ایمان را سر و سامان بخشیدیم که در او اوامر الهی را اطاعت کردیم. چیزی را که الله گفت نکو نکردیم، چیزی که الله ناپسند دانست ناپسند دانستیم، چیزی را که الله گفت این دوستت نیست دشمنت است آمنا و صدقنا. این است قدر جوانی را دانستن که خدای عزوجل پاداش از این را با نعمات گوناگون دیگر و ما بخشش میکنه. در غیر از این، اگر این نعمت که برای به دست آوردن رضای الله بود ما نکردیم، نتیجهش بسیار ساده فهما است. هم در دنیا و هم در آخرت مصیبت های گوناگون شامل حال ما میشه. وقتی خدا از ما راضی نباشه، وقتی ما با خدا نباشیم، وقتی ما خصوصا جوانی خود را در عصیان و نافرمانی الله سپری کنیم، نتیجهش معلوم است دیگه. ببینیم ما حول ما را جوانایی که سرکش هستن، از اوامر الله نافرمانی میکنن، زندگی کوتاه مدت دنیاییشان یک چند روز زرق و برق دارن، ندامت و پشیمانیشان بسیار دیر میشه، جوانیشان که رفت، خوار و ذلیل میشن، در اجتماع به نظر بد میبیننشان. کدام پسر و کدام دختری که جوان است در کوچه یک
فعل بد داره، اخلاق خوب نداره که او را کسی قدر کنه، کسی قیمت کنه، قدرش بدانه، نمیدانن. او در نظر مردم هم بی ارزش است. چرا؟ او قدر نعمت الله ضایع کرده، در عصیان الله او را استفاده کرده، عمر جوانیشه یا نعمت جوانیشه. بعض وقتا جوان هم تو میگه قال خوب جوان هستم، یک مدت استفاده کنیم از جوانی ما، از لذت جوانی استفاده کنیم. وقتی پیر شدیم باز معصیت هم از ما هست، عبادت هم از ما هست، باز کارهای خیر انجام میدیم. اولش خب به پیری بسیار کسان نمیرسن که توبه کنن، جبران کنن، و جبران هم نمیشه. چطور جبران میکنن؟ یک دوران طلایی گذشته. ولیکن در برابر او جواب، در برابر او سوالی که الله عزیز در روز محشر از تو پرسان کنه که جوانی را چی کردی؟ چه جواب میدی؟ میگه من با پیری تبدیل کردم، گذاشتم که پیر شوم باز از جوانی استفاده میکنم، که او جواب نیست. جوانی ضایع شده، جوانی را تلف کردیم، نعمت کفران شد. جواب نیست در اوجه. حتی ما چیز دیگه هم داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که قدر 5 چیزه پیش از 5 چیز باید بدانیم. یک فرصتی که از دست میره، 5 چیزه قبل از 5 چیز باید قدر و قیمت داد، ارزشش شناخت، او فرصت ازش استفاده کرد. زندگی هست، حیات است. پیش از اینکه مرگ گریبانگیر ما شود، باید در حیات ما، از حیات ما استفاده کنیم. این یک فرصت است، الله بر ما فرصت داد. وقتی مرگ به سراغ ما آمد که در کمین است، هیچ کسی نمیفهمه، امروز یا فردا، 1 دقیقه بعد جوانها رفتن. هر روز شما خبر رفتن یک عزیزتان میشنوید. یک کس رفت، همسایه بود، از خود بود، دور بود، نزدیک بود. هر روز اعلانات است میشنویم. چقدر دیگر نمیشنویم. ولی وقتی همی زنده هستیم از این چی استفاده میکنیم؟ این پرسان میکنه الله. صحت، پیش از اینکه مریض شوی، وقتی که تو صحتمند بودی از این نعمت صحت چه استفاده کردی؟ حالی که مریض شدی واویلا میکنی؟ ببینیم الله عزیز میگه وقتی شما در جوانیتان، در وقت صحتمندیتان شما عبادت کردین، جور بودین، سالم بودین، درست عبادت مرا انجام دادین، نماز را درست با خشوع و خضوع انجام دادین، ولی پیر شدین، مریض شدین، دیگه حال نمیتونی درست استاده شوی، قیام کرده نمیتونی، رکوع کرده نمیتونی. تو در او ارکان نماز، در او فرائض نماز نقصان وارد میکنی. ولیکن تو در جوانیت، در وقتی که صحتمند بودی، درست کرده بودی. الله عزیز همو نقصانایی که در وقت پیری یا در وقت مریضی میکنی، مثل امو روزایی که در جوانی و صحتمندی میکردی حساب میکنه. چی الله مهربانی هست، دیگه ناقص نمیکنه، حساب میگه نه این بندی من وقت صحت داشت درست میخواند، وقتی جوان بود، حالی پیر شده نمیتونه. ملک همون رقم نوشته که درست میخواند در وقتش. پس ما از عمر ما، از صحت ما، از جوانی ما درست استفاده کنیم. از فراغت شما پرسان میشه، فراغتتان پیش از اینکه مشغول شوین قدرش میگه بفهمین. حالا شما بیکار هستین، چند لحظه بعد یک مشکل، یک کار براتون پیدا میشه، باز امی فرصت از دست میره، دیگه نمیتونین. میگین من مشغول هستم. یک دوستان خبر گرفتنش میخواین برین، میگین من بسیار مشغول هستم نمیتونم.
یک کار بسیار مهمه براتون پیدا میشه، میگین که من بسیار مشغول هستم نمیتونم، ولی پیش از او داشتین فرصت ها را، فراغت بود نکردین. پس قدرش پیش از اینکه مشغول شوین قدر فراغت بدانیم، پیش از اینکه پیر شوین جوانی را قدرش بفهمین. ثروتی که الله به شما داده، مال و دارایی که بر شما الله داده، این میگه قدرش بدان پیش از اینکه فقیر شوی. چقدر کسایی در همین زندگی روزانی خود ما، در این عمر کوتاه ما، چقدر کسایی در افغانستان بودن یا در کشورهایی که شما شنیدین دیدین، میلیونرها بودن، امروز هیچ چیز ندارن، همه ایشون رفت از پیششون. حالا شاید اگه دیش بگه کاش که میداشتم خیر میکردم، ولی وقتی که داشت خیر نکرد. همسایش گرسنه بود به دادش نرسید. یک قرضدار آمد گفت که من قرضدار هستم، هر روز صاحب مال مرا اذیت میکنه، نمیتونم. در عروسی مصرف کردم، در یک جای قرضدار شدیم، ولی تو داشتی، زیاد داشتی، الله برای تو زیاد داده بود و اینم الله برات رایی کرد. مشکلش تو اون روز حل نکردی، امروز خودت مشکل پیدا کردی. میگه پیش از اینکه شما را حاجتتان الله برآورده بکنه، شما حاجتمندار حاجتش برآورده بسازین. این مال در اختیارت بود، غنی بودی، حج نرفتی، زکات ندادی، نه حق مردم دادی نه حق الله دادی و رفت، ضایع شد، گردنت بسته شد، از تو الله پرسان میکنه. مال را که برات دادم چطور حقش ادا نکردی؟ نعمت مال تو ضایع کردی. عزیزای من، مطالب خیلی باید دقیق شد سرش، خصوصا جوان عزیز من. پیش از اینکه پیر شوی غمت بخور، حال وقت زحمت و تلاش تو هست، حال که باید جوانیت قدرش بفهمی. میگه الله عزیز جوان دوست داره، جوانی را که قدر و قیمت خودش، منزلت خودش بدانه، او را حفظ کنه، او را الله دوست داره. او جوانه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که الله متعال عز و جل جوانی را دوست داره که در پی استفاده نامشروع از غریزه نفسانی خود نباشه. سبحان الله. این نفس چقدر سرکش است، انسان را به کجاها میکشانه. وقتی جوان استفاده نامشروع را از آرزوهای نفسانی خودش ترک میکنه، الله دوستش میگیره. یک مژده بسیار بزرگ میتن پیامبر عزیز صلی الله علیه و سلم برای جوان برای توی مژده هست که اگر تو تابع نفست نشوی، نفست در جلو نفست در دست داشته باشی، تو را الله دوست خود میگیره. این کار آسان کار نیست، دوستی الله به دست آوردن. تو در مرحله بسیار آتشین، هیجان، مستی و نشاط، در اوج خدا تو را امتحان میکنه که مرا دوست داری یا دنبال آرزوهایت میری. آرزوهایی که مشروع باشه که او را اجازه میده الله، آرزوهای نامشروع، آرزوهای ناجائز، نفس سرکش شما را وادار کرده به یک کار نامشروعی که الله ناراض میشه از انجام از او کار. ولی وقتی تو را ترک میکنی، سبحان الله، تو لایق محبت الهی شدی، الله تو را در جمله دوستایش گرفت. مثالهایش در اون درس گذشته گفتیم. یوسف علیه السلام جوان بود، وقتی خانم عزیز مصر از او تقاضا کرد به خدا پناه میبرم. مریم پاک دامن علیها السلام، مادر عیسی علیه السلام، جوان است. ملک در چهره یا در شکل یک مرد مقبول ظاهر میشه، میترسه مریم، میگه از تو به خدای رحمان پناه میبرم. سبحان الله.
در یک جای خلوت دید، تنها بودن، کسی نمیدید. ولی مریم عفیف، مریم پاک دامن، وقتی جوان در خلوت در حضور خودی دفعتاً دید، ترسید و با خدا پناه میبرد. خدای رحمان است، تو پناه میبرد. نترس، من ملک هستم. وقتی که اون مژده را برش میده که خدا برای تو طفل میده، ترسش چند برابر بالا میره که خدایا دست کسی به جان من نخورده و کاش میمردم، کاش نمیبودم. مردم چی بگه؟ این پاکی و عفت هست. ببینیم الله مقامشان کجا میبره. در قرآن بارها بار نام یوسف و نام مریم ذکر میشه. مقام منزلت جوان ببین کجا رفت. عزیزم تو امروز اگر قرآن نمیایه ولی صفتهای تو را قرآن ذکر میکنه. مثال یوسف برای تو میزنه، مثال مریم برای تو میزنه. دخترک عزیزم شما حفظ کنین خودتانه، شرفتانه، عزتتانه، مقامتانه، انسانیت، ایمان، اینا همگیش نعمتهای الله هست که برای شما نصیب شد. برای شما ارزان داده الله، اینا را مفت داده. بیاین که در لیست جوانان بهشت نام ما ثبت شود. حسن و حسین سرداران جوانان بهشت منتظر شما باشند. شما در همسایگیشان قرار داشته باشید. فاطمه پاره تن رسول الله صلی الله علیه وسلم، سرور بیبی های جنت. شما با بیبی فاطمه همسایه شوین. خدا این جوانی رو بر شما به می خاطر داد. بیبی فاطمه جوان بودن، این مشترک گرفتن. برای جوان این مقام بالای که افتخار دوستی الله میگیره. الله در لیست دوستای شما رو شامل میکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که جوانی که شهوت نامشروع را ترک میکنه، الله او را به مثل که به طرف ملائک نگاه میکنه، او رقم طرفی جوان میبینه. سبحان الله. نفس سرکش است، نفس شما را میکشانه، بازی میته، فریب میته، ولی جوان مؤمن هوشیار زرنگ دست استاپ، توقف میتشه که پیش نیایی، حرکت نکنی. الله به این جوان مثل که به طرف ملک نگاه میکنه. سبحان الله. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما در یک حدیث قدسی را نقل میکنن که الله میگه جوانی که به قضا و حکم ما ایمان داشته باشه، الله میفرماید با سفارشات و توصیه های ما تسلیم باشه، با رزقی که برش میتونم قناعت کنه، با خاطر رضای ما آرزو و هوس خدا ترک کنه، مقام منزلتش در نزد من با مقام منزلت ملائک است. سبحان الله. و قضا و حکم الله ایمان داره. و یه خاص به جوان گفتن، جوانی که و توصیه ها و سفارش الله سر تسلیم پایان کرده که خدایا هر چیزی که تو میگی آمنا و صدقنا لبیک اللهم لبیک. رزقی که برش میده کم از زیاد است، قانع هست. الهی شکر خدایا که یک رزق حلال برم دادی. و به خاطر خوشنودی امو الله آرزو و هوس خودشه، خوشی خودشه، نفس سرکششه خاموش میکنه. با آرزوهای زود تسلیم نمیشه، اونا را میرانه از خودش. مقام منزلت این جوان در نزد الله مثل مقام و منزلت ملک است.
در حدیث دیگه میخوانیم که الله متعال به یک جوانی که عابد است در برابر ملائکه خود افتخار میکنه. سبحان الله. الله کاری که جوان کرده، جوان عابد، جوان مؤمن، جوان با مسئولیت، کاری انجام داده که الله در برابر ملک، در برابر ملائکه افتخار میکنه، مباهات میکنه. الله عزیز و خطاب میکنه به این جوان. چی میگه؟ ای جوانی که به خاطر من آرزوهای نفسانیت ترک کردی. الله عزیز میگه ای جوان که به خاطر رضای من آرزو و هوا و هوس نفسانیت ترک کردی. ای جوانی که جوانیت به من بخشیدی. سبحان الله. بیاین جوانی ما رو به الله ببخشیم. الله که ضرورت نداره ما این مقامت پیدا کنیم که الله قبول کنه جوانی ما رو. ای جوانی که جوانیت به من بخشیدی، میگه الله، میگه الله عز و جل، مقام تو در نزد من مثل ملک است. جوانیتان رو ببخشید به الله. الله میگه که ما مال و جان شما را در بهای بهشت خریدیم، ما وقت فروختیم، بیاین دوباره نگیریم. بیاین در عهد ما صادق باشیم، استاد باشیم که خدا قربانت شم، فدایت شم، همه چیز مستو است، مرا خریدی تو، مرا به کس دیگه نگذار، ما به کس دیگه خود من نمیفروشم، یک بار به تو فروختیم و چی خریداره. حالا راستی اگر ما میخوایم جوانای عزیزم، میخوایم که مثل ملک قدر و قیمتتون پیش الله بالا بره. ملک به این خاطر که اونا معصوم هستن، گناه ندارن، آماده انجام اوامر و نواهی الله هستن. هر امری که الله میکنه ملک لبیک میگه. با اون مقام شما برسید. جوانی که خدا به الله میبخشه، اوامرش نواهیش برش تسلیم هست، آرزوهای خدا به خاطر الله ترک میکنه، یک مرد عابد خدا پرست است، خدا دوست است. این جوان است که الله عزیز ایره قدر میکنه، نعمتهای زیاد را در اختیارش میگذاره. جوانی دنیایی خدا که زود گذر است. چقدر جوان ها زیر خاک هستند، چقدر جوان ها در زندان ها هستند، اونا کارشان نکردن. شمایی که آزاد هستین، شمایی که هنوز فرصت دارین، این کوتاه، مدت کوتاه بگیرین بر الله ببخشین که جوانی ابدی پایان ناپذیره الله با سعادت و خوشبختی نصیبتان کنه. او وقت از جوانیتان استفاده بکنید، اونو استفاده مزه میده. آله با چیست وقتتان شما خوش میگذرانید؟ با دیدن یک چند دوست و با نشستن در یک میز، با نشک کردن یا با دیدن یک سریال، با رفتن به یک باغ، چند وقت، چند مدت شما رو میگیره. بسیاری از اینا رو شما پولم مصرف میکنید و چی خوشی میاره برای شما. هستن اون جوانایی که از جوانی لذت بردن بیاین بگوین که ما خیلی جوانی را ازش لذت بردیم، وقتی که جوانی گذشت پشیمان میشن. کاش نمی کردیم که بیهوده است. کاش نباشیم از او جوانایی که به خاطر یک مدت بسیار کوتاه جوانیشان برباد کردن، جوانیشان از دستشان رفت، صحتشان رفت، مالشان رفت،
سعی و تلاشی که میکردن کارشان از دست دادن، درس و مکتب نیمه گذاشتن، همه برباد رفت. سرمایه های پدر ضایع کردن. از هیجان و نشاط و مستی جوانی استفاده کردن. چه جنایت های آفریدن. بعضیشان است که سالهاست در شفاخانه است، در بستر مریضی است که خلاص نمیشه، یا در بستر مریضی در خانه است افتیده، یا در زندان هست، یا در زیر خاک است. به خدا پناه میبریم از او دوران جوانی که پسان مایوس شویم و ناامید شویم. خدایا به تو پناه میبریم. خدایا از تو تمنا میکنیم که جوانی را ازش درست استفاده کنیم، قدر این نعمت بفهمیم، این نعمت درست انجام بدیم، ادا کنیم، شکرانگیش ادا بکنیم. وقت چطور بگذره؟ حالا ما متوجه میشم که یک چند دقیقه از میان برنامه هم گذشت. جوانی اینم تو میگذره عزیزای من. میریم به دیدن یک میان برنامه، بعد تلفن‌ها را باز میکنیم. از شما عزیزا تمنا میکنم که صداهای گرمتان بکشین، بگوین که جوانها دیگه چی کار کنن. السلام علیکم و رحمت الله. در جوانی طاعت چندان نکردم ای خدا، طاعت شایسته رحمان نکردم ای خدا. در جوانی طاعت شایسته ام مشکل نبود، مشکل خود را چرا آسان نکردم ای خدا. با پدر نااهل بودم از غرور جاهلی، با برادر شفقت و احسان نکردم ای خدا. نه طواف کعبه و نه خدمت صاحب دلان، هیچ الطافی به درویشان نکردم ای خدا. در قیام و در رکوع، در سجود و در قنوت، یاد حشر و نام و میزان نکردم ای خدا، ای خدا، ای خدا. در جوانی طاعت چندان نکردم ای خدا، طاعت شایسته رحمان نکردم ای خدا. در جوانی طاعت شایسته ام مشکل نبود. از حسین ابن علی رضی الله عنهما روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند
همانا الله متعال کارهای ارزشمند و مهم را دوست می دارد و کارهای پوچ و بیهوده را نمی پسندد. ای خلق مشین بسم الله الرحمن الرحیم. خواهر و برادر عزیزم، حال یک دو جمله کوتاه میگم و باز میرم به طرف تلفن‌های شما عزیزا. حضرت جابر رضی الله عنه روایت میکنند که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمودند که کسی که زود ازدواج کنه، یعنی در جوانیش، در مراحل آغاز جوانیش ازدواج بکنه، شیطان بسیار داد و بیدادش بلند میشه و میگه ای وای، دین خود را از من نجات داد. یعنی یک توصیه هم هست برای جوانان که اینا چی دختر هستن چی پسر هستن برن به تشکیل خانواده. پدرها و مادرای عزیز، مشکل ایجاد نکنین، سهولت فراهم کنین، اجتماع را سالم بسازین. خدای ناخواسته در اجتماع مرضی پیدا نشوه که از تأخیر شما باشه. شما شرایط سخت وضع بکنین برای جوانان که اونا نتونن ازدواج بکنن. ولی بعضی جوانان هم اینطور پیش خودشان وانمود میشه که من برم زود ازدواج کنم که پایم گویا از کوچه جمع شوه، من چشمم به یک نامحرم نیفته، ولیکن مسئولیت خانواده را درک نکرده باشه. بعد از اینکه تو ازدواج کردی مسئولیتت خیلی بزرگ میشه، در گردن تو یک بار گران گذاشته میشه. تو دیگه اون جوان مجرد نیستی، باید احساس مسئولیت بکنی، احساس همسرداری کنی. خانه لشکی تشکیل کردی، یک موجود دیگر از خانه خودش کشیدی آوری در آغوشت، یا با پدر و مادرت زندگی میکنی یا تنها زندگی میکنی. حال دیگه تو جوان دیروز نیستی که با یک نیت خوب تو ازدواج کردی که پایت از کوچه جمع شود، چشمت به گناه نیفته، جسمت به گناه آلوده نشود. تو در جمله کسایی باشی که نفست از آرزوهای نامشروعش حفظ میکنی، ولیکن اینم اهمال نکنی که حالا تو یک مسئولیت دیگه هم در گردنت آمد. قدر این نعمت خانواده را هم بدانی، اهمال نکنی که خدای نخواسته و خانواده شکایتش بلند نشوه، نره از تو داد و بیداد نکنه که شوهر ما توجه نداره به ما، صرف خانه میآیه، یک حاجتش که رفع شد دوباره سر میورداره و میره. خدای نکنه، خدای نخواسته به این مشکل خانواده را دچار نسازه. جوان عزیز من، حالا ببینیم که میگه اگر جوان قدر و منزلت خود از دست داد چی میشه؟ نفسش، شهوتش، شیطان با هم دست میدن. وقتی این دو با هم دست داد، نفست از جلو نفست در اختیار شیطان گذاشته شد، تو گذاشتی، چه کار میشه؟ تهداب اجتماع را ویران میکنی، آبرو و عزت خانواده را میشکنی،
ناموس جامعه را به خطر میپرتی. اگر جوانی که عنانش اختیار نفسش در دست شیطان داد و تاثیر از جوانان هم فکر نکنیم که کم است. هستن جوانای بسیار شریف و ممتاز در صنفشان بودن، در محلشان بودن، خوش اخلاق بودن، ولی همنشینیشان با این جوانان مفسد اونا را هم از پای انداخت، اونا را هم به لجنزار کشانید. جوانهای عزیز من باید احتیاط کنن که نگوین که رفیق من اگر کار ناپسند انجام بده به خودش است. وقتی که تو با اونش هست و برخواست داشتی او اثر میگذاره، تو را با خودش کش میکنه. از او جوانها با خدا پناه ببریم. تلفن‌ها پای هم زنگ میزنن. من از عزیزان انشالله تقاضا دارم که وقت رخ شدن مستقیما صحبت آغاز کنن، از وقت استفاده کنیم و امیدوار هستم که همنشینی با جوانهای نیک نصیب شود، با کسایی که با مسجد سر و کار دارن، با عبادت سر و کار دارن، با الله رابطه دارن. جوانهای عزیز ما با اینها احساس خوشی کنن، با اینها وقت رابطه داشتن که کسانی باشن که اینا را هم به یاد الله بیارن. امیدوار هستم که ادامه صحبت ها در درس های بعدی حاصل شوند و کسایی هم که با ما همکاری میکنن صحبت هایی که ما تکمیل نتانستیم کرده اونا تکمیل میکردن، چیزهای کم و کاستی هایی که در صحبت های ما داشت اونا او را پورا میکنن، ازشان تشکری میکنم. من برنامه رحمت. السلام علیکم. الحمدلله خیر عزیز، بفرمایین بلندتر صحبت کنین. ممنون از این برنامه‌تون که واقعا واسه جوانان خیلی مفیده. انسان ها باید به اون جوانیشون الله تعالی عبادت کنن، چون در وقت در اوج قدرت و اوج غرورشون الله تعالی دوست داره در همین وقت الله تعالی جوان ها عبادت کنن. امیدوارم همه جوانان بیشترین وقتشون رو به الله تعالی بدن. از برنامه خوبی واقعا تشکر. خواهش میکنم خواهر عزیز، بسیار تشکر از صحبت‌های مؤثرتان. خداوند از شما راضی باشه و جوانها را در پناه خود حفظ بکنه. برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشین. حال شما خوبه؟ شکر الحمدلله، زنده باشین. بفرمایین برادر عزیز. من یه سوال داشتم. بفرمایین. سوال من بود که من خودم بی سوادم. خب بله. بی سوادم، مثلا من نمازم خوب با دقت میخونم، خداوند آرزو دارم. مثلا من مسافرم، از ایران زنگ میزنم، خودم افغانی ام. بله برادر عزیزم بفرمایید. این عاشورا بود. خب جناب مولانا. بله. عاشورا بود، رفتیم اونجا خود ختم دادن. بله. مثلا نظر میدونی اینا وقتی که شیشتیم اینا یه دم بلند شد و سینه زنی کرد، ما در مسجدش بودیم. اصلا نتونستیم مثلا یه جا بشینیم دیگه کنیم. اینا ما بلند کرد بلند مثلا که دست با سینه اینجوری میگفتم یا الله خودت کمک کن، یا الله یا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اینجوری میگفتم. همین مثلا من چی شواتم بگیم که چی مشکل دارم، مثلا من گناهی داری کلام به این بارد. شما در اون مسجد چرا رفتین؟ یا در اون تکیه خانه رفتین؟ شما در حسینیه بود؟ چی بود اونجا که رفتین شما؟ یا در بازار بود؟ حسینیه بود مثلا میرفتیم اونجا غذا میخوردیم. خب آها اوکی فهمیدم. یادداشت کردم سوالتون. خدا خیرتون بده. سلام علیکم و رحمت الله. برنامه رحمت. السلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. خدمت باشید. وقتتون بخیر عزیز. زنده باشین برادر عزیز. بفرمایید. خواستم
یک چیزی را از سوال کنم. بفرمایید. از کجا گپ میزنین؟ بله. از کجا تلفن کردین؟ افغانستان زحمت گرفتم. بفرمایید. الو. بله صحبت کنین. شما از گوشی تلفن صحبت کنین. صدای شما خوب میاد. صدای شما من میشنوم صدای شما را. شما از گوشی تلفن که صحبت بکنین صدایتان خوبتر میآید. برنامه رحمت. السلام علیکم. برنامه رحمت. السلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. زنده باشین. بله بفرمایید. ما یک چیز دیگه هم داشتیم، همیشه هم در برنامه ها گفته میشه که سلام دادن ما رواج بسازیم، در بین خودمون سلام دادن رواج بدیم. رسول اکرم میگن صلی الله علیه وسلم، ولی وقتی که کس سلام میده شما میگین مانده نباشین، خسته نباشین، این جواب سلام نیست. وقتی سلام داده شد شما بگین علیکم السلام، یا خودتان وقتی که داخل صحبت شدین خود شما سلام بدین. یک توفیه از جانب الله که سلامتی و رحمت و برکت است. شما چرا ایره دریغ میکنین از یک دوستتان یا از یک مسلمانی که با او میخواین مذاکره بکنین؟ اولین پیام به شما همی باشه، هم یک سنت را بجا کردین، هم یک سفارش و نصیحت پیامبر را بجا کردین صلی الله علیه وسلم. بله. سلام علیکم. بفرمایید، صحبت کنین. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. زنده باشین خواهر. از کجا تلفن کردین؟ از ایران. بفرمایید، صدایتان شنیده میشه. یک سوال داشتم. بفرمایید خواهر، بفرمایید. سوال این بود که بس 4 سال روزه را خوردیم فقط به خاطر از اینکه مثلا 2 تا طفل به دنیا آوردیم، 2 تایشون پشت سرم بود. اگه مثلا در روزه عادی روزی شب بگیرم اشکال نداره؟ همین بود سوالتان؟ بله. تشکر خواهر از سوالتان، لطف کردین. برنامه رحمت. السلام علیکم. برنامه رحمت. السلام علیکم. صحبت بکنین بلندتر. سلام. و علیکم السلام و رحمت الله. برنامه رحمت. بله خواهر بفرمایید، صدایتون شنیده میشه. من یه سوال داشتم، میخواستم ببینم روز عاشورا رو روزه میگیریم یا نه؟ بسیار خوب، همین سوال بود؟ بله. تشکر از سوالتان خواهر. برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام علیکم. سلام، خسته نباشین استاد عزیز. علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله، شما خسته نباشین. بفرمایید. سلامت باشین. استاد یک سوال داشتم. بفرمایید. سوال من این بود که برای این دوستای رفیقایی که من نصیحت و نماز میگم بخونم، برای دین دعوتشان میکنم، اولا که گوش نمیکنم، دوما همه از دین گریزان نمیدونم، من تاثیر نمیذاره. من برایشان میگم اصلا گوش نمیکنم، میگم عذاب آخرت، عذاب قبر، عذاب مولا در انتظار داریم، ولی گوش نمیدم. از شما میخوام یک راهنمایی ما کنیم. بسیار تشکر برادر عزیزم، خسته نباشین. انشالله از این کارها دست بردارم نشوین انشالله. برنامه رحمت. السلام علیکم. شب بخیر آقای دکتر، حالتان خوبه؟ شب شما بخیر. بفرمایید. زنده باشین. جناب استاد، میخواستیم در رابطه با این بعضی از این اختلافات خانوادگی که در کشورهای اسلامی و چه کشورهای غیر اسلامی به وجود میاد اجازه هست سوال کنیم؟ بفرمایید.
این که این و این قطعای ناموسی هم ناشی از این که یکی از طرفین یعنی یا زن یا مرد مرتکب خطای بساطی میشه و یا نادانسته متاسفانه منجر به قتل ناموسی میشه. اینا رو از نظر اسلام بهترین راه به حساب طلاق و جداییه یا اینکه مثلا یکی از طرفین باعث قتل دومی بشه، حالا یا زن باعث قتل مرد بشه یا مرد باعث قتل زن بشه. کدوم یکی از اینا بهتره؟ بهتره اینکه راحت اینا بیان از هم جدا بشن به صورت شریعت یا اینکه خدای نکرده عصبانی بشن و یکیشون منجر به مرگ بشه. نظر جناب عالی رو میخواستم. خیلی ممنون. خداحافظ. بسیار تشکر برادر عزیز. یک سوال دیگر هم میگیریم، باز میریم به طرف پاسخ سوالات. سلام علیکم. الحمدلله بفرمایید. ما از افغانستان زنگ زدیم، میگیم مجیب الرحمن برای برنامه مولای صاحب مجیب الرحمن هم در برنامه قلب آسیا هستند و امروز برنامه رحمت است. انشالله شما پروگرام تعقیب کنین، اونا بعض وقتا میاین غیر از پروگرام قلب آسیا هم در دیگه برنامه ها میاین. شما اگر که وصال حق دنبال کنین انشالله اونا را میافین. برنامه رحمت. السلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. زنده باشین برادر عزیز، بفرمایید. یه سوال داشتم، خواستم بپرسم اگر یه دونه از خلفای راشده الان میبود و بقیه حیات میبودن با حکومت افغانستان چی میکردن؟ خیلی ممنون. سلام. زنده باشین برادر عزیز. وقت ما هم در حالت رفتن است. من نمیفهمم که باز اونمو سوالای فقهی شده که شماها در برنامه‌های خاص خود وصال حق که تماس بگیرین که اونا برای شما جوابهای درست براتون بتن. و برنامه ما که بود مسائل جوانا بود یا حداقل ما بگیم مسائل خانواده است. خب سوالی که برادر جوان نصیحت میکننشان جوانها را گوش نمیکنن، این خودم اجتماع ما متاسفانه هست. آل بزرگان را میگن کسی که اگر نصیحت کنه، اگر بزرگان هم آدم نصیحت بکنه اونا بعضی بزرگان هم خوش نمیشن از نصیحت و این سبب نشه وقتی اونا گوش نمیکنن ما از نصیحت دست بردار شیم. ما مکلف هستیم که امر به معروف و نهی از منکر بکنیم، ولی با یک اسلوب خوب. وقتی از یک طریق صحبت کردین او شما را گپتون گوش نکرد، بسنجین از یک راه دیگه با یک طریقی دیگه با یک اسلوب دیگه، پس شما دعوتتون برا بندازین. کار بدی را شما میبینین، کار ناپسندی را میبینین، باید منع کنین. ولی که به یک شکلی که نپذیرفته شما یک راه دیگه شه، راه بهترش پیدا کنین یا یک کس را بیافین که پیش از اونا حداقل همون کس یک قدر و منزلت داشته باشه که از حرف از او کنار نرن. در غیر از او شما مسئولیتتان همی است که نصیحت بکنین، ولی که در نصیحتتان اگر شما طریقی درست و کار نمیتونین انداخته باز نصیحت نکنین. چرا؟ او باز نتیجه خراب میده. شما برعکسش نکنن. دعوتگر باید دعوتش بفهمه، دعوت بکنه، طریقی دعوت یاد داشته باشه. در غیر از اگر که شما گپ خوب میگن زدن نتونستین باز سکوت کنین. شما به هر ترتیب شما را دعا میکنیم که خدایا به شما توفیق عطا بفرمایه، زبان شما را قسم به حرف بیاره که
در گوش ها اثر بگذاره ان شاء الله. طبعا برادر عزیزی که از خاطر نزاع و جنجال های خانوادگی صحبت کردن در بین زن شوهر، پدر و مادر و امثال از اینا، کشمکش به وجود می آید. این طبیعی هست، ولی که آدمای هوشیار مو هستن که کشمکش ها راه حلش می یافن. ولی قسم شد که راه حل پیدا نشد، یک طرف یا هر دو طرف سر نابرشم گرفتن، نمیخواین زندگی مشترک پیش ببرن، بنابراین به خوبی اینا جدا شون، نه به دشمنی و نه به کشتن و استغفر الله. حیات یک انسان اما قدر به ارزش است که شما وقتی جنجال شود دست به کشتن بالا میکنین، خود شما هم باز مجازات میشین. اگر در دنیا مجازات نشین پیش الله چی جواب میتین؟ اللهی که قتل ناحق نمیبخشه، در دنیا هم لعنت میکنه، غضب شامل حال و نفر قاتل میشه و در آخرت هم خدا نمیبخشیش، جهنم است جایش. بنابراین در زندگی انسان ها جور نامدن، این طبیعی باشه. باید بعض وقتا این ستاره ها با هم نمیخوانه، جور نمیآین، یکی دیگه خود درک کرده نمیتونن، تفاهم به وجود نمیآید، اینا دوستانه جدا شون. وقتی زندگی دوستانه پیش نمیره دوستانه جدا شون. پیشتر زن شوهر بودن، حال خواهر و برادر شون، نه که دشمن شون. خانواده ها با هم دشمنی و عناد پیشه کنن، به قتل و به کشتار یکی دیگه به انجام. استغفر الله. این زندگی قدر بی ارزش نشه. باید بنابراین برادرها و خواهرای عزیز من، وقتی که یک مشکل ایجاد شد، اول تلاش همی است که با گپای خوب شما کوشش کنین و از بین بره. خودتان زورتان نرسید، یک دوست عزیز نزدیکتانه از داخل خانواده دعوتش کنین که ما این تو جنجال داریم، این تو خودت حل کرده میتونی. حل نمیشد، گپ به دو طرف بکشانین، دو تا خانواده نصیحتگرای هر دو خانواده بیاین با هم بشینن نصیحت کنن. وقتی که اینا هم به بنبست رسیدن که نمیشه، راه آخرش هم عملیات است، عملیاتی که از هم جدا شون. جدا شدنشان هم به خشونت و به جنگ و دعوا نباشه، همون رقمی که اسلام برای ما ارائه کرده همون رقم انجام میدیم. خداوند عزوجل از همه شما اجزا راضی باشه. ببخشید من دو تا سوال دیگر نمیفهم جواب بتم نتم. بر ترتیب یک دقیقه وقت ما مانده. حالی که عاشورا گذشت، خواهر عزیز من، وقتی که عاشورا بود، در عاشورا روز 10 روزه گرفتن سفارش شده بود از طرف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. بعد از اینکه اونا گفتن در این روز یهودیات روزه گرفتن به اونا شباهت پیدا نکنه، رسول الله فرمودن که 9 و 10 بگیرین. بعضی کسا 11 هم گفتن. و بر ترتیب 9 و 10 اگر ما روزه میگیریم که بهترین روزهای عبادت برای ما حساب میشه. روز عزا و عزاداری نیست روز عاشورا. در حق شهدای کربلا هم دعای خیر میکنیم، خداوند اونا را جنت مکان داشته باشه. کسایی هم که در او مصیبت ها دستایشان به او خونه آلوده است، خدا اونا را مجازات میکنه. اونا نفرین شدن در زندگیشان هم در آخرت هم جزایش و خدا حواله میکنیم. او خواهر که 4 سال روزه گرفته نتونسته، طفل داشته، اونا قرضهای خود حساب بکنن و ادا بکنن. اگر که قرض ادا کرده نمیتونین، شما باز هم صاحب طفل میشین یا باز هم مریض میشین یا مریض شما دوامدار است یا دکتر شما را منع میکنه، دکتری که از خدا میترسه، دکتری که میفهمه روزه پیش یک مسلمان ارزش داره. او دکتر وقتی یک مریض منع میکنه از گرسنگی و تشنگی، اونا باز فدیه روزشان میتن. همین رقم برادر عزیز من که نماز به دقت میخوانه، به بسیار خشوع و خضوع نماز خوانده، ولی رفت در حسینیه با غذا خوردن، غذایی که در حسینیه جور میکنن به نام کی جور میکنن؟ به نام الله که نمیکنن. اگر به نام الله هست نوش جانتون، اگر او را به نام کس دیگه کردن، نذر و خیرات به نام کس دیگه اگر میشه، از خوردن از او شما خودداری بکنین. تا برنامه آینده همگی شما را به خدای عزوجل میسپارم. خدا جوانها را در پناه خود حفظ بکنه، بزرگهای ما را خداوند توفیق کار نیک نصیب بکنه، خاتمه همه ما شما را خدا به خیر بگردانه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یار و مددگار شما الله عزوجل.
أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراتل عليا دنيا المراتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا فكان الدنيا المراتل عليا دنيا المراتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا